سلام خدمت عزیزان همراه. ممنون که با لایک و فالو و سابسکرایب حمایت میکنید. امروز میخوام یه فیلم کلاسیک که تأثیر زیادی بعد از خودش در سینما به خصوص ایتالیا داشته رو معرفی کنم. فیلم ژنرال دلاروور محصول سال 1959 ایتالیا به کارگردانی یکی از بزرگترین صاحب سبکان جنبش نورالیست ایتالیا روبرتو روسلینی در ژانر کمدی تراژیک برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز با بازی بی‌نظیر ویتوریو دسیکا که خودش کارگردان بی‌نظیری بود ولی تو این فیلم به عنوان نقش اول بازی کرده بود. داستان از اونجای شروع میشه که یک کلاهبردار قمارباز برای فریب اشخاصی که بستگان و نزدیکانشون در عملیات پارتیزانی و یا اینکه مارکسیست بودند و کمونیست بودند و توسط آلمان نازی دستگیر شده بودند، اینها رو به زندان میفرستادن و پس از فریب و چرب‌زبونی مبلغی رو از خانواده اونا دریافت میکرد و بعد جالب اینجاست که اون پولایی هم که میگرفته تو قمار میباخته. پس از آشنایی با یه خانومی که شوهرش نظامی بوده و توسط آلمان ها دستگیر شده با اون قرار میذاره و از اون درخواست مبلغی پول میکنه تا بتونه کمک کنه و جالب اینجاست که سر این قضیه لو میره و بعد از اینکه دستگیر میشه با یه سرهنگ آلمانی توافق میکنن که به عنوان جاسوس نازی به صورت مخفیانه و گمنام وارد زندان سیاسی بشه. از طرفی هم این ژنرال اصلی رو توی ایست بازرسی نازی ها با گلوله میکشنش و برای اینکه آبروریزی نشه، چون خود ژنرال دلاروور هم یه جورایی پارتیزان بوده و به خاطر اینکه این قضیه لو نره، این نقش اول ما رو به عنوان یه ژنرال قلابی میفرستن تو زندان و بقیه فیلم رو دوست دارم که خودتون ببینین و نظرات خودتون رو تو کامنت ها برامون بنویسین. روبرتو روسلینی از پایه‌گذاران جنبش نورالیست ایتالیا بوده. شاهکارهای زیادی داره. میشه از فیلم‌های روم، شهر بی‌دفاع، از خودی‌ها، آلمان سال 0، شیدایی، سفر به ایتالیا اشاره کرد. باز هم ممنون که با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال ما رو همراهی میکنید. تا فیلم بعدی، خدا نگهدار.